مسألة ثانية. هل نقول شيخ أحسن عليك يعني ينظر هذا، نقول يا أيها المتوقف أيها العاذر الآن يعني نحن نمشي معك، نقول هذا الذي وقع في الشرك الأكبر هل هو ممن عاش في بادية بعيدة أو حديث عهد الإسلام أو يعيش بين المسلمين؟ يعني هل يعامل في كلا الحالتين أو في كلتا الحالتين نفس المعاملة؟ لا، يختلف. لو وقع شخص في الشرك الأكبر في بلاد المسلمين والقرآن يتلى ويسمعه، هذا الحجة قائمة عليه، خلاص ما في إشكال. لا يجوز يشرك بالله عز وجل، هذا ما يتوقف فيه. والذي يتوقف في تكفيره نقول أنت كافر مثله. أعوذ صلى الله عليه وسلم. لأن هذا الأمر مجمع عليه الآن. مثل لو قال واحد شرب الخمر بلاد المسلمين ولم يكفر، نقول جاهل. نقول هذا ما في جهل، هذه مسألة معلومة الدين بالضرورة، ومن لم يكفر فهو كافر. لكن متى يعذر؟ الحمد لله که روز به روز سخنهای علمای اهل سنت هم واضح‌تر شده است، حالت امت علمای اهل سنت هم فهمیده شدن. مرحمت، من گفتم که سخن دیگر از شیخ ثابت است، گفتم که لیکن گفتم که سخن فولیج از نظر تحقیق خیلی مذهبی قوی است. مذهب فولیج به مانند مذهب عمر الحازمی است، احمد ابن عمر الحازمی است، یعنی سخن قوی است. فولیج سوال میدهد که یک نفر حاضر عذری ما میگیم که میگه ما همراه تویم، خیر بیا مسئله رو ببینیم. میگه کسی که میگه در بودیه باشد و شرک کرده باشد، در یک ناو مسلمان شده شرک کرده باشد، تو در وقت توقف کردی، خیر این یک مسئله. اما مشرکایی که میگه در بین مسلمان ها هست، در اینجا تو توقف کردی مشرک نگفتی. و بعد از این سوال میدهد، این سوال کننده به شخص که آیا هر دو حالت هم عذری یک خیل است؟ یعنی عذریه که عذر میدهد مشرکایی که در بین مسلمان ها است، امروز قرآن در بینش هست، سنت هست، همه چیز است، لیکن مشرک است، با عذری میدهد، این عذر میدهد. و یک عذری دیگر است که این خیل عذری را این خیل مشرک عذر نمیدهد، مسلمان ها نوشده و غیره عذر میدهد. آیا هر دوش برابر است؟ میگه شیخ میگه که نه. ببینید عذریه میگه اصلا عذر ندارد، میگه عذریه که عذر میدهد به مشرک هایی که این مشرک ها در بین مسلمان ها هستند، یعنی خودش مسلمان میگه قرآن به او رسیده است. یکی شیخ مختصر کرده میگه که در بلاد المسلمین زندگی میکنه. بلاد المسلمین گفته در اینجا قصد شیخ همین است که یعنی در جایی که قرآن سنت به او رسیدگی است. در درون صحبتش با اینو بیان میکنه. قرآن رسیدگی است، میگه یطلق قرآن، میگه شب روز قرآن در گرد اطرافش خونده میشد. ترجمه قرآن وجود دارد، مثلا به غیر عرب ها خودش قرآن شب روز میخواند، حافظ قرآن است، یکی با شرک میکند. عذری اومده همین تکفیر نمیکند، این عذری میگه یک بار کفر است. برای چی؟ برای اینکه حجت به مشرک رسید. عذری چی کرد؟ توقف کرد. خیلی که ما کمی پیش بیان کردیم. یعنی عذری که امروز، عذری هایی که امروز خواه عالم باشد، خواه طالب علم باشد، خواه جاهل باشد، در حق مشرکینه که قبر پرستایی که در مصر است، قبر پرستایی که در افغانستان است، تو پاکستان است، تو هندستان است، تو قبر پرستایی که در تاجیکستان است، اینها همه قرآن میخوانند. اینها در یگان اروپا هم نیستند و امریکا هم نیستند، اینها نو مسلمان هم نشدن که در اینجا قلن یگو شبهه کنی. به این مشرکین میگه همین حجت رسیدگی اینجا عذری حق شبهه داشتن ندارد. میگه عذری حق شبهه داشتن ندارد. این عذری در اینجا مشرک است، یک بار مشرک است و همین قول حق است. برای اینکه عذری چی عذر میآورد؟ عذری چی عذر میآورد؟ عذری چی میگه؟ به این قرآن نرسید، میگه قرآن هست، قرآن خونده شده است، ترجمه قرآن است، میخواند باز میکرد. برای میگه عذری یک بار تکفیر میشود. اما میگه سوال دهنده یک مرتبه دیگر تکرار میکرد که اما مسئله بودیه نشین باشد چی میگه؟ مشرکایی که بودیه نشین باشند، نو مسلمان شدگی باشند، مثلا یا در بین کفار زندگی کرده باشند، شیخ میگه که این مسئله میگه به اصل دین ربط ندارد. میگه گزارت همینه. این مسئله در مسئله دوم است. برای یک دقیقه ما چند بار به شما میگوییم که عذری ها وقتی که میگویند که مشرکین عذر دارند، در سه حالت مشرکین عذر دارند. میگه اگر نو مسلمان شده باشد، در بین کفارها زندگی کرده باشد و بادیه نشین باشد. میگه این جوهلای عذری نفهمدن که این مسئله همین سه حالتی که عذر داده میشود
در مسئله اصل دین نیست. این در مسئله مسائل ما گفتیم که قسم دوم دین مسائل ظاهره میگن، مسائل العامه میگن، مسائل معلوم الدین به ضروره، یا که مسئله احکام میگن و غیره. لیکن مسئله ظاهره که تو عوام کتی عام کتی مشهور، این از این قسم. یعنی مسئله نماز، مسئله روزه، حج یا حرام بودن بعضی چیزا، انسان نام مسلمان شد نفهمید حرام بودن بعضی چیزا، انسان نام مسلمان شد هیچ کس به نماز نفهمید، انسان نام مسلمان شد روزه نفهمید، به نماز و به روزه گشت یا شراب خوری کرد گشت و به آیت قرآن نرسونید و در یک بادیه بود و نام مسلمان شده بود و در بین کفار زندگی میکرد. تا وقتی حجت رسیدن ما به کفر نمیگیم به سبب عرق حلال گفتنش یا که ربای حلال گفتنش یا که به سبب نماز نخوندنش. برای چی؟ برای که وی بادیه نشین بود یا که در بین کفار بود یا که نام مسلمان شده بود. اما کسی که در همین مسئله ظاهر هم در بین مسلمان باشد، یگون چیزی حرام و حلال کرد در بین مسلمان است، کافر است. یک بار بود من نفهمیدم، گفتم حقش نیست. انا این مسئله بر رفت دارد میگه این سه چیز بودی نشین بودن این مسئله اصل دین به اصلا ربطش نمیگه. کسی که شرک کرد مشرک است. اما عاذر المشرک، مشرکایی که در بلاد الاسلام زندگی میکرد تکفیر نکرد، این عاذر مشرک اتوماتیکی یک بار کافر است، برای که این مشرکا به میگه عذر، این مشرکا به حجت رسیدگی است. اما مشرکایی که حجت رسیدگی نیست، مثلا بودی نشین میگه یا که افریقا با زندگی میکرد و غیر و غیره، مشرکایی که در بین کفار است، اینها به حجت رسیدگی نیست، شرک کرد، اینها مشرک است. اما یک عذری اومده گوید که من اینها را تکفیر کرده نمیتونم، اینها مسلمون لا اله الا الله گفت نفهمیدین اون گوید، در این وقت گفتند ما عذری به پیش از تکفیر کردن مذهبی کی چی است؟ مذهبی فولیج، پیش از تکفیر کردن عذری رو اثبات میکنیم که به همون یعنی مشرک حجت رسید یا نرسیدش اثبات میکنیم. اگر حجت رسیدن به مشرک اثبات شود عذری تکفیر میکنیم، اثبات نشود عذری تکفیر نمیکنیم، برای که شبهه دارد میگیم. فهمیدید؟ بله یکی گذارد لعله جاهل ومثله يعذر بالجهل، مثله يعذر بالجهل، مثله يعذر. لكن شخص والله في بلاد القرآن يسمع صباح مساء وهو يدعو الأموات ويستغيث بهم، يعني هناك فرق بين الاستغاثة بهم ودعائهم وبين سؤال الله بهم أو سؤالهم يسأل الله له، هذا عنده شبهة. كم پیشتر بگیرید؟ کم تر پیشتر بگیرید؟ مثله يعذر به؟ کم تر پیشتر بگیرید؟ خیلی گرفتید. بگذارید. بل الحالتين نفس المعاملة؟ لا يختلف. لو وقع شخص الشرك الأكبر في بلاد المسلمين والقرآن يتلى ويسمعه، هذا الحجة قائمة عليه. خلاص. ما في إشكال. لا يجوز. يشرك بالله عز وجل، هذا ما يتوقف فيه. والذي توقف في تكفيره؟ نقول أنت كافر مثله. إيه صلى الله عليه وسلم. تمام ما كافر. لأن هذا الأمر مجمع عليه الآن. حالت یکم میگه. حالت یکم مشرکایی که در بین مسلمان ها در بلاد المسلمین زندگی میکنند، اونها به قرآن هست قرائت کرده میشود، اینها به حجت رسیدگی است میگن، اینها مشرک است و کافر است. کسی که همینو توقف میکنه، همینو تکفیر نمیکند، شاگرد شیخ میگه که آیا ما اینها به توقف میکنیم؟ عذریه چی میگه؟ میگه شیخ میگه که عذریه حکمش توقف کرده نمیشود. عذریه که مشرکایی که در بین مسلمان ها هست همینو تکفیر نمیکند، یک بار خودشان کفر است میگه. یعنی عذریه که مشرکی که در بین مسلمان زندگی میکرد تکفیر نکرد، خود عذری مثل مشرک یک بار کفر است میگه. یکم نمیدیش، دومین نمیدیش. نقل بزرگ. مثل لو قال واحد شرب الخمر بلاد المسلمين ولم يكفر، يقول جاهل، يقول هذا ما في جهل، هذه مسألة معلومة الدين بالضرورة، ومن لم يكفر فهو كافر. لكن متى يعذر؟ قال لعله جاهل ومثله يعذر بالجهل، مثله يعذر بالجهل، مثله يعذر. لكن شخص والله في بلاد القرآن يسمع صباح مساء وهو يدعو الأموات ويستغيث بهم، يعني هناك فرق بين الاستغاثة بهم ودعائهم وبين سؤال الله بهم أو سؤالهم يسأل الله له، هذا عنده شبهة. واضح؟ فأما من يخاطب الأموات يقول اغفر لي وارحمني ويسأله الرزق والولد صريحا، ثم يأتي هذا وهو يعمل يقول هذا، وبين المسلمين يقول أنت هو كافر وأنت تكفر فأنت كافر. لأن ما في شبهة الآن شفنا اللي يذكرون دائما الفقهاء قديما من عاش في بادية بعيدة. یعنی بار دیگر مسئله تکرار میکنه که در پیش از این مسئله تکرار کردن مسئله میگه شراب، یک کس در بین مسلمان ها میگردد شراب مثلا حلال میگه،
کسی که هم کفر نگه خودش کفر است میگه. شراب حلال گفته هم کفر، شراب حلال گفته تکفیر نکرده هم کفر، زیرا که در بین مسلمانان است این مسئله معلوم من الدین بضروره اومد حلال گفت. حلال گفته که تکفیر نکرده هم کفر. برای که در بین مسلمانان است میگه. گشته میگه که در بین مسلمان ها در سرزمین مسلمان ها قرآن و سنت هست، اما قسم خودشون مسلمان میگن مشرکین قبر پرستی میکنن، از قبر طلب استغاثه میکنن، دعا میکنن و میپرسن. میگه هیچ فرقی نیست میگه بین طلب و دعا و استغاثه، همیشه یک چیز است. میگه این شرک اکبر است میگه. و اینا قرآن تلاوت میکنن، میگه قرآن تلاوت میکنن و سنت میخونن، قرآن تلاوت میکنن، قرآن میخونن. اینها میگه حجت قائم شده است. و عذریه که میاد اینو تکفیر نمیکند. ما میگیم که البته این کسایی که استغاثه میکرد و شرک میکرد اینو هم کافر، عذریه که اومده در بالای اینو توقف میکرد اینم کافر است میگه. انا کنون شاگردی شیخ فلیج سوال دادن رو شروع کرد که در همین سه چیزی که گفتیم، کسی که بودیه نشین باشد، کسی که نامسلمان شده باشد، در بین کفر نشأت یافته باشد، انا این به چی گفتگینده شیخ انا کن مسئله همین شروع میشه. بسم الله. هذا ينطبق على مثلا غير أصل الدين، ينطبق على بعض البلدان مثل أوروبا وروسيا. لا إشكال، لكن في غير أصل الدين الذي يذكر هؤلاء في المسائل الظاهرة ليس في أصل الدين. نعم. يعني لا نطرد هذه المسائل التي أجمع عليها العلماء، 3 مسائل. این مسئله بودیه نشین گفتن، مسئله نامسلمان شد گفتن، مسئله در بین کفار شد گفتن، اروپا و امریکا شوگلش هم گفته است. شیخ گشته و برگشته این در غیر اصل دین است. این مسئله اصل دین بر ربط ندارد. سه حالت به انسان جهلش عذر است گفتن، این سه حالت به اصل دین ربط ندارد. این مسئله ظاهری بر ربط دارد. مسئله ظاهری گفتیم نماز، روزه، حج، زکات و مسائل حرامی که حرام بودنش ظاهر است، ربا، زنا، زنا که معلوم است در همه دین، مثلا ربا، قمار، شراب و غیره. بارک الله فیکم. این مسئله به چی است؟ این مسئله به در سه حالت جهلش عذر است. در سه حالت، نه در همه حالت. اما در بین مسلمان باشد در این مسئله هم کفر است و کفر نگفته هم کفر است. شیخ بگذارید. الدين لا، ما يعذر بجهل أبدا في أصل الدين، ما يعذر. قد لا يعني نقيم عليه الحكم من جهة الدنيا ولا نحكم عليه في الآخرة إذا كنا نمنع الحجة بلغت، لكن من جهة الاسم ومعاملة في الدنيا فهو كافر مشرك. ما راجع لكم شيخنا في الآخرة من وقع، يعني من هو من كان. یعنی میگه که شیخ هرگز میگه در مسئله شرک اکبر، کفر اکبر جهل نیست. هرگز میگه جهل نیست. بله میگه قد میگه در بعضی حالت ها میگه حالت های شدنش ممکن است که شاید میگه ما در این دنیا همون آدم کافر گوییم هم تطبیق کفر به بالاش تطبیق نکنیم، حکم کفر به بالاش تطبیق نکنیم شاید، یا به او حکم جهنمی ندهیم، کافر گوییم هم حکم جهنمی ندهیم به سبب اینکه شاید مثلا در بعضی حالت ها به بعض از مشرکین حجت نرسیده باشد. یعنی ما میگیم که اگر به مشرکین حجت نرسیده باشد حکم به بالاش تطبیق نمیشد، یا که او را ما جهنمی نمیگیم بلکه این امتحان میشد. اما میگه وقتی که همین چیز ثابت شد که به بالاش حجت ثابت شدگی نیست. اما وقتی که به نزد کسی قرآن رسیده باشد، شیخ ببینید چی میگه، کسی که قرآن به وی رسیده، قرآن تلاوت میکند و زبانش عربی است یا که زبانی غیر عربی و ترجمه اینو دارد، این چی است؟ حجت به این قائم شده است، این کافر است و این جهنمی است اگر بمیرد. بله. الشرك الأكبر الصريح هل يمتحن يوم القيامة أو الراجع لكم أنه حتى في الآخرة يعني لا ما جاهل هو إيه؟ مثله جاهل إيه؟ في الدنيا كافر مشرك، حكم المشركين. إيه؟ هو في الآخرة يقول لا يدخل النار حتى تبلغ الحجة. لكن في قولات في الآخرة كيف؟ هناك من قال يعني أنه حتى في الآخرة يعني إذا وقع ما دام أنه وقع في الشرك الأكبر. إيه عاد هناك بعض يقول الحجة قائمة أصلا. إيه؟ الإشكال خلاف الحجة هل هي قائمة غير قائمة بس. هناك من يرى أن الميثاق هو الحجة، الميثاق الفطري. تطبیق. با شک سوال میکنه شاگردش که کسی که در این دنیا کافر شد آیا در آخرت هم جهنمی یک بار میگه؟ شیخ پیشتر جواب داده بود که نمیگه. شیخ میگه که نمیگه. کسی که در این دنیا کافر شد، شرک اکبر، کفر اکبر کرد و جاهل باشد، اگر حجت به او یعنی قرآن نرسیده باشد، ما در آخرت او را جهنمی نمیگوییم بلکه میگوییم که این ابلاغ حجت میشود. در آخرت ابلاغ حجت میشود، الله حجت به این میرساند. شاگرد شیخ میگه که
آیا در همین مسئله آخرت، نه در این دنیا، در این دنیا اجماع که هر کسی که شرک کرد مشرک است، حجت رسید یا نرسید فرقی ندارد، حجت رسید جهنم است در آخرت. اما کسی که در این دنیا مشرک شده حجت نرسید، ما مشرک میگیم، لیکن آخرت مسئله کسی که مشرک جاهل است در آخرت آیا در بالای همین غیر از این سخن شما دیگر سخن هست یا نیست، یگان علما دیگر سخن گفتگی است یا نیست. ما همیشه میگیم که در این مسئله علما دیگر سخن هم دارند و بعض از علما همه مشرک جهنم میدارند. چندین بار به شما گفتیم شیخ فلانی هم همین سخن میگه، برای که سخن منهجی ما هم همین منهج است، منهج شیخ هم همین منهج است، مصدری ما هم همین مصدر است، سرچشمه علمی که ما میگیم قرآن و سنت مذهبی سلف است، این همه علما هم همین است، منهج که تلاوت همه یک است. و بالاخره شیخ میگه که بله، میگه علماهای هستند که میگویند، میگه قول دوم، هر مشرکی که جاهل مرده باشد هم در روز قیامت ابلاغ الحجه و امتحان و جنت در مدنش ناممکن است. میگه یعنی شاید امتحان شود هم یک اضافه بکنیم، امتحان شود هم یعنی از امتحان نمیگذرد. میگه و این علما میگن که هر کسی که در حالت مشرک مرد، خواه جاهل مرد خواه عالم مرد، این جهنمی است. میگه و این علمای سلف هستند و این چنین علمای زیاد هم هستند و اینها میگن که همین میثاق حجت است. شیخ فلیج حفظه الله گفته است که میثاق حجت است. میگن این علما میگن که میثاق حجت است. بله بگذارید. نعم، لأنه يقول حجة قائمة بالميثاق الفطري، وهذا قول غريب، هذا قول من القول. هل سبقه أحد؟ قول هذا قول معتزلي. معتزلي يقول بهذا القول. كأن الحازمي كذلك يقول بهذا القول، وهو يستدل بقول لابن القيم. الحازمي أحمد عمر علي يا أبو عمر، الحازمي عنده مسألة أن أصلا هذا الذي وقع في الشرك ويقول هذا كافر، ومن لم يكفره هو كافر. هو يستدل بقول أنا این مسئله حوزین بدر اومدن، میگه که این قول غریب است. میگه انا این قولی که حاضر گفتیم که امتحان نمیشه و مشرک هم به سبب میثاق جهنم میره، این قول غریب است. میگه این قول معتزله است. میگه البته غیر معتزله و دیگر علمای اهل سنت هم هستن که گفتگی هستن، لیکن بله قولی غریب است، یعنی قولی که کمی قوی نیست، قولی حق، قولی قوی، قولی راجح امتحان میشد. کسایی که نرفت به او قرآن نرسید، سنت نرسید، به زبان خودش شرک کرد، مشرک است در این دنیا، در آخرت امتحان میشد. از امتحان گذشت، بعد از ابلاغ حجت، بعد اگر که گذشت جنت، نگذشت جهنم میره. و این در آیات قرآن اشکار واضح بوده است و ما كنا معذبین حتی نبعث رسولا، یا که رسلا مبشرین و منذرین، حتی رسلا مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس على الله حجة بعد الرسل. و بعد از این میگه که شاگردش میگه که احمد ابن عمر الحازمی در این باره مثلا همین خیلی میگه، همچنین میگه که مثلا جهنمی میشود و امتحان نمیشود. گفتنی گپ از احمد ابن عمر الحازمی ذکر میکنه و شیخ میگه که احمد ابن عمر الحازمی اصلا میگه در مسئله شرک، کسی که شرک کرد و عذر المشرک رو کسی عذر داد، هر دوش برابر است و چیزی علم گوش میکنیم. بسم الله. قيم في طريق الهجرتين يقول هم وحمير وجهال كلهم في النار. هذا هؤلاء في أصل الدين الطبقة السابعة عشر، عندما ذكر القيم الطبقة السابعة عشر قال هو الذي جهل إعراض، إنما يقول وجدنا آباءنا على ذا مقتدون. قال هؤلاء هم، حتى ذكر حميرهم ودوابهم في النار، من باب ايش؟ المبالغة. ومراد ابن القيم أن هؤلاء وقعوا في أصل الشرك والحجة قائمة عليهم، بلغتهم الحجة، بلغتهم الحجة. الكلام في من لم تبلغ الحجة فقط، هذا ليس في أهل الفترات. هؤلاء بلغتهم الحجة، ما في فترة الآن، هؤلاء بلغتهم الحجة. وابن القيم يقرر أن الذين لم تبلغ الحجة لهم يمتحنون بنفس الكتاب. طبعا ذكر أيضا وذكر الأحاديث الدالة على ذلك، الذي مات ولم تبلغ الحجة، حديث أنس، حديث أسود السريع، وحديث أبي هريرة، أنه يمتحن في عرصات القيامة. فالذي لم تبلغ الحجة هذا من جهة أحكام الآخرة يتوقف فيه. لأن حتى من النجدية كلهم يقولون بأنه في الآخرة يعني يمتحن لما بلغ الحجة، يتفقون على هذه. بل بعضهم يطرد حتى مسألة العلم الجهل في أصل الدين في من نشأ بلد بعيدا، وهذا ما سمي تقعيد، لكن هو عندهم بعض تلاميذ الشيخ عنده خلط في هذه المسألة، فمرة يقرر هذه مرة يقرر هذه. أصبح عندنا إيش؟ مثل الشيخ باب طيب ذكر مرة أن من الموانع أن يكون ناشئ بلد بعيدة حتى في أصل الدين. وفي غيرها ابن معمر له كلام صريح أنه يقول أنهم في الآخرة يعني يمتحنون.
هذا من الشبهات البعيدة حين بالإسلام. حين نقول ما في إشكال لك ما يسمى إذا عذرت بالجهل سميته مسلم. لا هو يقول نحن نسميه خلاص. مشركا لكن حين نقول ما في إشكال إذا كنت يعني توافقنا في هذه الأسماء في الدنيا ما تصبح في خلاف. حتى ولو عذرت بالجهل بالنسبة لكون الناس شبهات بعيدة وحين عدم الإسلام. لكن المصيبة مع من يسميه مسلم. هذه المصيبة بس. حتى يعني الآن يجيب قد يكون له شيء من الغلو الآن يعني قوم يعني وصلوا إلى هذه المرحلة يقولون أنت حتى المشرك الذي وقع في الشرك الأكبر وكان معذورا وإذا قلت أنه يمتحن في يوم القيامة وأنت كافر مشرك. أعوذ بالله عندوني غلال هم لا كفروني أنا بارك الله فيكم. یعنی شیخ هم مسئله گرد اطروش شرح میتید و میگد که بعض از شاگردان شیخ خطا کردن که مشرکایی که بودنشین باشد اینها به جهل عذر گفتن و وقتی که گفتن جهل عذر گفتی تو مشرک مسلمان گفتی و این مصیبت است. یعنی مصیبت خیلی بزرگ است که جهل عذر گویی و مسلمان گویی. بارک الله فیکم. یعنی بالاخره الحمدلله سخن شیخ الحمدلله الله حفظش کند که در مسئله عذری هم مشکور است، در مسئله مشرک مشکور است و ما الحمدلله میگیم که این چنین علما را الله سبحانه و تعالی به امت داده است و این چنین علما یک نفر دو نفر نیستند، هزارها نفر است. لیکن افسوس که مردم ما از این علما از سبب زبانشون دیگر بودن بیخبر هستند. یک سبب دوم از سبب عذری ها مردم ما از علمای حق بیخبر یافتند، زیرا که عذری ها این علما را پنهان میکنند میپوشونند. چخیلی که یهودی ها نام پیامبر پنهان میکردن اینا پنهان کرده به مردم نامشون حتی نمیگن، فقط علماهای خودشون ساخته گفته میگن. الله المستعان. الله همه شما را حفظ بکند، در پناه الله باشید. حفظكم الله ورعاكم وبارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خير.